سوار تاکسی شدم، اما هیچ وقت مجبور نبودم برم به یه اسکلت تا سوار قایق بشم. این پیرس تیلوره، یه آرشیتکت که برنده جایزم شده. این ساختمان واقعا قابل لمسه و از نظر مساله خیلی عالیه. ایشون خانم کارولین کوانتینه، بازیگر تحسین شده سینما و توسعه دهنده پر انرژی املاک. منتظرتون بودم آقای باند. کلید چند تا از خارق‌العاده ترین خونه های دنیا به ما داده شده. این ساختمون پر از سورپرایزه، اینطور نیست؟ آره، برای کشف طراحیش نوآوری، احساس و استقامت نیاز بود تا تصورات آرشیتکت به یه خونه شگفت‌انگیز تبدیل بشه. مناظر اینجا برای فیلم برداری عالیه. ما با همدیگه دور دنیا سفر میکنیم. اون پایین رو نگاه کن. خیلی دلم میخواد ولی جرأتشو ندارم. تو فقط جلو رو نگاه کن پیرس. دیدار با آرشیتکت هایی که این جرأتو داشتن تا در مناطق خاص خونه‌های غیر عادی بسازن. یه روز دیگه روی بالای 747. با این وجود که اون داره حمل مصالح برای ساخت یه خونه تو کوهستان دورافتاده رو مدیریت میکنه، میخوام بدونم چرا باید خونه‌ای بسازی که فقط میشه با تلکابین بهش رسید. انتقال درختای کهنسال یه جنگل شکننده. تا حالا یه ساختمون که انقدر به درخت‌ها نزدیک باشه ندیدی؟ در حالی که روی لبه کناری یه خط ساحلی بی‌نظیر واقع شده، ویوش رو به دریاست. شما واقعا چطور این خونه رو روی یه صخره عمودی شکل ساختین؟ یا خاک برداری برای ساختن یه خونه در اعماق زمین؟ همیشه لحظه‌ای است که احساس ترس می‌کنی. طبیعت هیچ وقت به حالت قبلش بر نمیگرده. هیچ کس تا حالا چیزی مشابه این نساخته بود. داری رو لبه تیغ راه میری، ممکنه اشتباه از آب در بیاد. خانه‌های شگفت‌انگیز، قسمت اول. کوه. با اوج گرفتن بر بلندای سطح دریا، زندگی در کوهستان دورافتاده آرامش و چشم‌انداز عالی رو با خودش داره. بیشتر از یک بار تو زندگی پیش نمیاد که با همچین منظره‌ای روبرو بشی. اما ساخت یه خونه بی‌حفاظ بالای سطح دریا که در معرض محیط طبیعی قرار داره، یه آزمایش استقامتی که فقط یه آدم شجاع از پسش برمیاد. محض رضای خدا بگو چطور این خونه رو بالای کوه ساختی؟ پیرس و من از آلپ جنوبی توی نیوزیلند به قله‌های آلپ سوئی سفر خواهیم کرد. این ساختمونیه که باید بلد باشی تمام درزاشو خوب بپوشونی. این یه راه حل خوب برای تمام خونه‌های زیبا و پرزرق و برق این اطراف. آره همینطوره. از گرمای محدوده صحرای آریزونا تا کوههای حاشیه کالیفرنیا. در کنکاشیم که برای طراحی، ساخت و زندگی توی شگفت‌انگیزترین خونه‌ها چه کارایی باید انجام بشه. اصلا به ذهنت رسید که من مرتکب یه اشتباه شدم و یه دیوونه رو استخدام کردم؟ چرا اتفاقاً؟ جدا فکر کردی؟ کی به ذهنت رسید؟ وقتی که دیگه خیلی دیر شده بود. کالیفرنیا. اولین ایستگاه ماجراجویی کوهستان ما رو به شهر فرشته ها میبره، لس آنجلس. پیرس و من اول صبح داریم مرکز شهر رو ترک میکنیم و به سمت کوههای سانتا مونیکا خیز برمیداریم، جایی که یه مالک خونه رویاهاش رو با استفاده دوباره از مساله‌ای که حتی به فکرمونم نمیرسه بنا کرده. یه لحظه صبر کن، نه این اشتباهه. رسیدین دیگه کالیفرنیا. شاید هم اینجا. تو داری آریزونا رو نگاه میکنی. زنی که مالک این خونه است و اونو ساخته سالها وقتشو صرف پیدا کردن موقعیت درست زمین کرده. 15 سال. 15 سال عالیه. اما اون وقتی جایی رو پیدا میکنه که فقط 1 ساعت با شهر فاصله داره، واضحه که فکر میکنه جای درستی رو پیدا کرده با بیایی رو به دریا و کوهستان، مثل اینی که به رویاها دست پیدا کنی، نه؟ آره دقیقاً. مالک اولین گوشه عزلت کوهستانی ما ساختمونی با پیچ و خم‌های زنونه میخواست که به نرمی روی این قسمت از محدوده کناری کوهستان بشین. بس آرشیتکت اون به آسمون نگاه کرد و از غیرعادی ترین فضاها الهام گرفت. خونه‌ای که داریم میریم ببینیم یه جای بی‌نقصه. یه جای بی‌نقصه و مسئله هوشمندانه دربارش اینه که در عین دیوونه‌وار بودن هنوزم فکر میکنم از لحاظ معماری واقعاً فریبنده است. و اگه قرار باشه دربارش اظهار نظر کنی، هر چی بگی کم گفتی.
سقف این ساختمون از بالها و تیغه دم بوینگ 747 که دیگه ازش استفاده نمیشه درست شده. این خونه که جایزه طراحی رو هم برده در نوع خودش تکه. خانه بال 747. اونهاش. آه زندگی تو این خونه واقعا باید خوب باشه. شگفت‌انگیزه. بیا یه نگاهی بهش بندازیم. عجب چیزیه. آره تحت تاثیر قرار گرفتی؟ فکر کنم از اینکه چقدر زیبا اینجا قرار گرفته حیرت زده شدم. آره خیلی متناقضه. دیدن بالها که مقابل آسمون قرار گرفتن خیلی دلفریبه. در واقع خیلی بی‌پرواز. درسته. خب یه آرشیتکت یه بوینگ 747 بلا استفاده از کجا پیدا میکنه؟ البته در میانه صحرای کالیفرنیا یه قبرستان از هواپیماهای بازنشسته هست. بلافاصله بعد از اینکه آرشیتکتش فرانسی رو که یه دلال بازنشسته مرسدس بنز و صاحب این خونه است قانع میکنه، چیزی حدود $50,000 صرف یه بوینگ 747 منهدم میشه. با بکارگیری تکنولوژی دقیق لیزر بالها جدا شدن و ازشون برای ساختن سقف این خونه غیر متعارف استفاده شد. از اینکه زیر بال باشم خوشم میاد. منم همینطور. فکر میکنم خیلی آرامش بخشه. یه جورای شبیه بال یه پرنده است. در ضمن میتونه جریان هوا رو به تمام خونه ببره. میتونی پنجره‌های پشتی رو باز کنی چون بالهای هواپیما جوری طراحی شدن که باد و زیر خودشون بکشن. آره. پس هوا به شکل طبیعی تهویه میشه. آره. و یادت نره که هواپیماها وسایلی هستن که تو دنیا به بهترین شکل مهندسی شدن. پس همه چیز به زیبایی کنار هم گذاشته شده. به طور باور نکردنی با دوامه و مواد اولیه‌اش هم بهترینه. این یه چیز زیباست ولی در این حال دستساز به نظر میاد، اینطور نیست؟ چرا همینطوره؟ آره شگفت‌انگیزه. جنسشون آلومینیوم. آها، پس مرباهای کوچک آلومینیومی با میخ محکم شدن. آره در واقع میتونه در طول سالها تعمیر شده باشه چون حدود 40 سال ازشون استفاده میشده. بتون آهن به طرف بال بالا میرن گویا جواب میده. درسته. جوری طراحی شده که شیشه بالو لمس میکنه، واسه همین همیشه ترکیبشون رو میبینی. در همکف این ساختمون غیرعادی به شکل یک پارچه‌ای با چشمانداز کوهستانی ترکیب میشه، اما از بالا ترکیب بالها به وضوح قابل مشاهده است. یه خطر حتمی وجود داشت که خلبانا خونه رو با یه هواپیمای سقوط کرده اشتباه بگیرن. پس پروژه باید برای 17 آژانس دولتی به علاوه امنیت ملی شفاف‌سازی و ثبت میشد. حالا میخوام برم روی اون بال. پس منم الان میام. ای خودنما. دیگه چی میخوای؟ یه روز دیگه روی بال یه 747 داریم کیف میکنیم. اوج میگیریم. سوار هواپیما قدم زنان. بی‌نظیره، خیلی دیدنی. میدونی این شگفت‌انگیزه واقعا. اینجاش خیلی فنریه. پیرس تمومش کن. مجبوریم با هم هماهنگ شیم. با 2 بال و 2 تیغه دم بال و 55 هکتار زمین که در دسترس بوده، آرشیتکت این توانایی رو داشته تا برای مالک یه خونه اصلی و یه خونه میهمان بسازه. بالهای 747 طراحی منحنی شکل بی‌نقصی برای معلق بودن بالای 2 ساختمون هستن تا میزان دید رو به حد اکثر برسونن، در عین اینکه سقفی رو ایجاد کنن که به کمترین میزان حمایت نیاز داره. دیوارهای بتونی حمایت کننده عقبی ساختمون درون دامنه کوه ساخته شدن و با نمای شیشه‌ای با دید وسیع احاطه شدن که به نور اجازه میده در طول روز وارد فضای داخلی خونه بشه. بعد بالها رو روی قالب‌های شیشه‌ای حمایتی قرار دادن و محلی رو که قبلا موتور هواپیما نصب می‌شده ایمن‌سازی کردن. من فضای بیرون رو خیلی دوست دارم، ولی پیرس بریم داخل. با قدم گذاشتن به داخل این خونه 2 خوابه بلافاصله این حس به دست میده که بالها عملاً چقدر تاثیرگذار هستن. این عالیه. آره در واقع داخل بهتره چون از اون بالا یه مقدار حس هنر مفهومی بهت القا میشه. آره نمای اون بالا فوق‌العاده است. دوست داشتنیه. مثل یه دعوتنامه کوچیک
کوچولو که بری طبقه بالا و اون بالا رو ببینی. از قطعات بازسازی شده هواپیما استفاده خلاقانه شده. این قسمت از بدنه هواپیما تبدیل به یه دریچه شده که از درون کتابخونه به آشپزخونه میرسه. از پشت خیلی جالبه. خوبه دیدن تمام اون میخا و جزئیات. رفتن به طبقه بالا شما رو به بالای بال و اتاق مستر میبره. خیلی زیباست. بهترین حس رو اینجا دارم. همینطور. واقعا. خب هم منظره و هم هواپیما رو داری و دقیقاً زیر 2 تا تیغه دم بال قرار داری. اینجا رو ببین. آره مثل یه صحنه فیلم برداری. آره. انگار اونا کوههای واقعی نیستن، انگار یه پس‌زمینه از یه فیلم هالیوودیه که خیلی خوب نقاشی شده. همینطوره. و اینکه نگاه کنی و بال اون ته ببینی خیلی سوراله. درست نمیگم؟ فکر نکنم هیچ وقت از نگاه کردن به اون کوهها خسته بشن. سلام. ممنون. بعد از مصاحبه با چند آرشیتکت بالاخره کسی که فرانسی بهش اعتماد کرده تا طرح کوهستانیشو بسازه و حالا هم دوستش شده آرشیتکت کالیفرنیایی دیوید هرتز بود. پس این اطراف یکم خوش گذرونی همینطوره. به طور خلاصه فرانسی میخواست یه خونه پر آرامش که با طبیعت سازگاری داره بسازه و در ارتفاع 30,000 پایی ایده این طراحی به دیوید الهام شد. من تو هواپیما بودم و داشتم به بال نگاه میکردم و تو این فکر بودم چی کار کنم که یه سقف تو هوا معلق باشه. بعد به ذهنم رسید چرا باید تلاش کنم تا یه بال بسازم وقتی میتونم اون بالو از جایی بردارم. من یه چیزی میخواستم که زنونه باشه و به نظر میرسه که بال داشتن حتی یه ذره هم زنونه نیست. به هر حال همین که از هواپیما جدا شد هویت مستقل خودشو پیدا کرد. پیچ و خمای خیلی زیبایی در خودش داره. اونا خیلی ظریفن. به هر حال داشتن همچین ایده‌ای شجاعانه است. اما عملاً اینکه در واقعیت به کسی بگی دیوید برو و اون بالها رو بیار بالای کوهستان، اصلا به ذهنت رسید که مرتکب یه اشتباه شدی، یه دیوونه رو استخدام کردی؟ چرا اتفاقاً؟ جدا فکر کردی؟ کی به ذهنت رسید؟ وقتی که دیگه خیلی دیر شده بود. بزرگترین چالشی که فرانسی و دیوید باید باهاش روبرو می شدن انتقال بالهای 747 به لوکیشن کوهستان دور افتاده بود که 1000 پا بالاتر از سطح دریا قرار داره. بیشتر راه از طریق جاده بود که به اسکورت دولتی و بسته شدن 5 آزادراه نیاز داشته. اما راههایی که به عزلتگاه کوهستانی فرانسی منتهی می شدن برای تریلی خیلی کوچیک بودن. پس قسمت نهایی راه باید با دقت بالای نیروی نظامی انجام می شد. یکی از بزرگترین هلیکوپترهای حمله بار در دنیا فراخوانده شده بود تا بالها رو از راه هوا به بالای کوهستان حمل استفاده از هلیکوپتر ریسک خیلی زیادی داشت. منظورم اینه اونا خیلی روشن گفتن که اگه بال به هر شکلی شروع به چرخیدن کنه یا خیلی باد توش بپیچه میندازنش پایین. مینداختنش پایین؟ آره. اینکه بال از هلیکوپتر آویزون بود و از میون ابرها به اینجا میومد چه حسی داشت؟ خب درک این که بخشی از بودجه من در اجاره یه جرث ثقیل هوایی صرف شده چالش بزرگی بود. جوری بود که با خودم گفتم خدای من. با همه مسائل ناشناخته ریسک مالی بزرگی وجود داشت. درسته. خیلی بیشتر از اون چیزی که در ابتدا تصورشو میکردم وجود داشت. هیچ کس قبلا چیزی مشابه اینو نساخته بود. ما داریم درباره میلیون‌ها دلار حرف میزنیم، درسته؟ همینطوره. میلیون‌ها و میلیون‌ها دلار؟ بذار فقط همینقدر بگم. سورپرایزهای خیلی زیادی وجود داشت که هزینه‌های صرف شده رو به وجود آورد. از این مثال استفاده می کنم. وقتی 6-7 ماه از بارداریت گذشته دیگه نمیتونی به عقب برگردی. دقیقاً نمیتونی به عقب برگردی و همینجور ادامه میدی. میخوام بگم به نظر میاد کار برای هر کسی که درگیرش بوده طاقت فرسا بوده، ولی آیا کارهایی که انجام دادی ارزششو داشته؟ 100% بله ارزششو داشت. اینجا یه محیط خارق‌العاده است. خیلی خیلی زیباست. هر روزش کمال لذته و درجه 1. من خیلی احساس خوششانسی میکنم. خیلی دوست داشتنی. بله دوست داشتنیه. ممنونم. به همین دلیله که من فقط یه اتاق مهمان دارم.
همینطور که خورشید شروع به پایین رفتن پشت کوها می‌کرد، راهی بهتر از راه رفتن روی بال برای لذت بردن از منظره غروب آفتاب نبود. بابت غیر عادی ترین روز زندگیمون ازتون متشکرم، خیلی فوق‌العاده بود. فکر میکنم چیزی که خیلی جالبه اینه که جدای از تعریفایی که از این خونه میکنن که خیلی حساسه، در واقع خیلی رمانتیکه. همینطوره، انگار رویاهات به حقیقت پیوستن. در کنار کوها. آریزونا دومین ایستگاه ماجراجویی آرشیتکتی ما رو 804 کیلومتر به سمت جنوب شرق میبره، به خونه غرب وحشی قدیمی. ما کوههای باشکوه حاشیه کالیفرنیا رو با محدوده کوههای ناهموار مناطق بیرونی توسان آریزونا عوض کردیم. ممکنه شبیه بیابون به نظر برسه، اما ما 2000 پا بالاتر از سطح دریا قرار داریم و داریم به سمت ارتفاعات بالاتر محدوده کوه توسان میریم. تو این محیط مرتفع درجه حرارت توی تابستون به حدی بالا میره که نمیشه تحمل کرد. تو زمستون هم به حالت انجماد میرسه. پس نیاز خونه‌ای که در این کوه‌ها ساخته میشه به اندازه کافی قوی باشه تا بتونه آب و هوای سخت و خشن بومی رو تحمل کنه. خیلی گرمه، خیلی خشکه. الان زبونت چسبیده به سقف دهنه. آره بعد جوری گرممه. صاحبان خونه کوهی دوم تصمیم گرفتن تا ساختمونشون رو در دل این محدوده کوهستانی بی آب و علف بسازن و برای مقابله با این محیط افراطی از تکنیک ساختمون سازی که به اندازه همین تپه‌ها قدمت داره استفاده کرد. خیلی هیجان انگیزه، مگه نه؟ یه جورایی انگار کوه‌ها واقعا ناهموارن، هیچ اینجا نیست. نه، فقط یه تیکه زمین خشکه. آره یکم خار و خاشاک. آره کاملا. گاف چرونه عجیب و غریب یاد. آره داره ترسناک میشه. داریم مستقیم میریم به سمت کوه، بعدش صاف میریم بالا. پیرس و من شبو در این خونه کوهستانی دور افتاده میگذرونیم تا کشف کنیم چه چیزی درباره این مکان وجود داره که صاحبان خونه رو به تلاش برای ساختن خونه در اون واداشته. من نمیتونم تصورشم بکنم که این کوه‌ها رو برای ساختن خونه رویاهام انتخاب کنم. شاید به خاطر اینه که بیش از حد انگلیسی هستی. برای خیلی از آدما این خارق‌العاده است و اونا درباره فرار به کویر و تمام اون زیبایی‌های شکننده رویا پردازی میکنن. آره. بکنم رسیدیم. من یه کد براش دارم. خوبه زود باش بریم تو، خیلی گرمه ها. میتونم ساختمون رو ببینم؟ چی؟ نگاه کن. حالا ممکنه یه بیابون پر از کایوت و مارزنگی با به میل همه نباشه، اما صاحبان خونه اهل سندیگو، دیوید و کارن، نه تنها انتخاب کردن خونه‌شون رو در این مکان خشن بسازن، بلکه خیال دارن دوران بازنشستگیشون رو در این تپه ها بگذرونن. کلیدشو دارم، کلید گوشه عزلتمونو دارم. بزن بریم، اونجاست. باشه. ببین اینجا رو باش. رنگش درست مثل رنگ خاکه. قشنگه مگه نه؟ خیلی. بزن بریم. باشه، چقدر عجولی. اونو نگاه کن، این که به سختی میتونی ببینیش فوق‌العاده نیست. از توی دید محو میشه. آره به موقعیت قرار گرفتنش نگاه کن. من مجبورت میکردم از توی کویر این راهو بیاری. اما به خاطر مارای زنگی نمیشه، باید یه مسیر مشخص داشته باشی. فکر میکنم داریم به اون نقطه مرکزی میریم. پس به طور غریزی میدونی که چجوری باید وارد ساختمونای خوب بشی. به نظرم اون راه وروده. فکر نکنم درست بگی. طراحی این خونه که جایزه برده به شکل زیادی از مهمترین عنصر این محیط تأثیر گرفته: آب و هوا. اسکلت ساختمون به شکل هوشمندانه‌ای روی محور شرقی غربی مستقر شده تا کمتر در معرض آفتاب داغ قرار بگیره، در حالی که به نور و هوا اجازه میده تا سرتاسر خونه رو پالایش کنن. نقشه اتاق شامل 2 قسمت اصلی برای نشیمن و خواب میشه. هر کدوم از اونا به سمت چشمانداز طبیعی دید داره. چون خونه فقط روی یک طبقه ساخته شده و هیچ راهروی اتصال دهنده این نداره، تنها راه رفت و آمد به اتاق‌ها اینه که از ساختمون خارج بشی و قدم به بیابون بذاری. تمام طراحی توسط این پلکان مکعبی پراکنده به هم گره خورده. اینا رو ببین، خیلی دوست داشتنیه. آره.
خیلی خوبه. پله‌های کم ارتفاع و راحتی هن. آره میتونم ببینم که قشنگن. میفهمم که آرشیتکت گونه هستن. منظورت از آرشیتکت گونه چیه؟ خب دقیقاً میدونی برای اینکه زیبان، خیلی جالبن، اما مطمئن نیستم. یعنی میدونی چرا مطمئن نیستی؟ خب میدونی من در میانه 50 سالگی اما قرار نیست از این جوان‌تر بشم و پیدا کردن راه این پله ها خیلی سخته. ولی خیلی کوتاهن. آره خیلی هم پهنن. آره تازه یه جایی هم میتونی بشینی. خیلی خوب. آره دارم به حرفات خوب گوش میکنم. اما پله ها تنها ویژگی طراحی نیستن که توجه ما رو به خودش جلب کرده. اون چوب سوخته. خدای من، میدونی با اینکه نسبتا غم انگیزه ولی من برای پشت تخت خوابم یه کاغذ دیواری شبیه این خریدم. چوب سوخته تقلبی؟ احمقانه است ولی من دوستش دارم. این چوب سوخته واقعیه. من ظاهرشو دوست دارم. خدای من خیلی زیباست. اون خیلی هیجان زده شده. نگاه کن. آره دارم میبینم. دوست داشتنیه. بزن بریم اون بالا. تو رو به داخل هدایت کرد مگه نه؟ به شکل خیلی زیبا. همینطوره دارم میبینمش. خیلی دوست داشتنیه. ببین در جلوی اینجاست. بزن بریم. بذار بکشمش. آماده ای؟ آره. عجب در خوبیه. صبر کن. از پایین گیر کرده. آره گیر کرده. واقعا ظاهر شگفت انگیزی داره اما خیلی پردردسره. صبر کن این در اینجوری. آره. باز شد. خیلی در قشنگه. اصلا خیلی دوستش دارم. از درای معمولی من بیزارم. خیلی عالیه. این عاشقشم. خیلی قشنگه. پیرس خیلی عالی. خیلی عالیه. خدایا این عالیه. مرکز حرف نداره. خیلی زیباست. میدونی واقعا از چیش خوشم میاد؟ کویر و کوه ها رو در هر طرف داری و باز با این حال این خونه باهاش آمیخته میشه و ازش دور نمیشه. فکر میکنم بی نهایت فوق‌العاده است. حفظ زیبایی طبیعی این کوه‌ها کلید طراحی این خونه بود. خواسته مالک این بوده که علاوه بر بهره برداری از این منظره شکننده اونو در آغوش بکشه. اینجا جاییه که بیابون شروع میشه. اینجا هم توی خونم هم توی کویرم. پیرس خیلی زیباست. اینجا خیلی گرمه. منظورم اینه که در واقع فکر نمی کنم هیچ وقت حالا اینقدر گرمم شده باشه. اما وقتی این بازه احتمالاً نسیم داخل خونه میوزه. درسته میره داخل خونه. اما گذشته از اون چیزایی مثل این سایه اینجا حرف اول میزنه. پس حدس میزنم خورشید به هیچ وجه به اینجا نمیرسه. هیچ وقت. اما فقط جاگذاری هوشمندانه این خونه نیست که زندگی توی این آب و هوای افراطی رو قابل تحمل میکنه. دیوارها از خاک کوبیده شده درست شدن. یه تکنیک ساختمان‌سازی که برای قرنها به عنوان راهی برای خنک کردن طبیعی خونه‌ها استفاده می‌شده. یه اسکلت چوبی روی زمین ساخته میشه، بعد خاک کویر که با آب و مقدار کمی سیمان ترکیب شده توی قالب‌های چوبی ریخته میشن و بعد به داخل فشرده میشه تا یه زنجیره از لایه‌های جامد رو که محکم بسته‌بندی شده شکل بده. این دیوارهای انبوه گرما رو در طول روز جذب میکنن و شب آزاد میکنن که این مسئله نیاز به وسایل تهویه مطبوع یا گرمایشی رو کم میکنه. این که ببینی یه ساختمون چجوری ساخته شده همیشه عالیه. این قابل لمسه. منظورم اینه که میتونی تمام قالبا رو ببینی. میتونی ببینی که قالبا کجا به هم متصل شدن. میتونی فرم و عمق هر کدوم از برآمدگی‌های این خاک کوبیده شده رو ببینی. اما ساختمونایی که ما تو انگلیس میشناسیم از درون سنتی عمل اومدن که جانپناه و پشت بوم و شیروانی دارن تا بارون از ساختمون دور نگه داره و جزئیات و تزئیناتی دارن که یه جور آسایش قطعی رو بهش اضافه بکنه. اما اینجا یه ساختمون هست که کاملا با جایی که درش قرار گرفته جور در میاد. یه ساختمون که واقعا با آب و هوای محیطش سازگاره، پس نیازی به برجسته کاری یا هیچ نوع تزئینی نداره. این کار فقط ظاهر ساختمون رو بد میکرد، در حالی که این ساختمون عملاً خیلی قابل لمسه و از لحاظ مساله هم عالیه. 2 اتاق خوابی که من و پیرس قراره توش مستقر بشیم در سمت چپ سالن نشیمن قرار داره، اما با نداشتن راهروی ارتباطی فقط یه راه برای دسترسی بهشون هست. خیلی خوب باشه.
این پله های بی‌نظیر ظاهر خوبی داره اما کاربردی نیست. برام مهم نیست پیرس چی میگه. راستش از اینجا پریدن برام خیلی سخته. این یکی میگم عالی بود. در واقع شبیه گذرگاهی یه غوله. متاسفانه من غول نیستم. درای این خونه اصلا سیف نیستن هستن؟ این عالیه. با اشراف به چشمانداز کوه‌ها این اتاق مینیمال هیچ نیازی به پرده نداره. اما از شانس خوب ما مالکین خونه کارن و دیوید برای ما یه هدیه گذاشتن. اگه ماه بیش از حد درخشان بود لطفاً از ماسک خواب استفاده کنین. خوابیدن توی تنگ ماهی ممکنه یکم چندشاور به نظر برسه، اما نگران نباشین. هیچ کس توی خونه بالای تپه زندگی نمی‌کنه. این خیلی دوست داشتنیه چون قرار خیالتو راحت کنه، اما راستش منو خیلی ترسونده. این واقعاً یه حمام زیبا و مدرنه. با دقت خیلی خیلی زیادی انتخاب شده. خیلی زیبا برش خورده. خیلی خوب کاشیکاری شده. باور نکردنیه. این شیشه میمونه و بعد رنگ‌های بیرون رو منعکس میکنه. اون منظره رو با خودش میاره داخل و با این حال میبینیم که اگه بخوای میتونی پنجره رو باز کنی. پس اونجوری میتونی توی کویر و کوه‌ها حمام کنی. منظره بهتر از این نمیتونستی داشته باشی. همینطور که خورشید شروع به پایین رفتن پشت کوه‌ها می‌کرد، پیرس و من این شانس رو داشتیم تا کشف کنیم که زندگی توی این محیط شگفت‌انگیز واقعاً چه حسی داره. یه سورپرایز کوچولو برات دارم. رفته بودی شکار؟ آره، میخوام یه خرگوش رو برات پوست بکنم پسر. من ساندویچ خودم رو میخورم. باشه. مالکین با ساختن این خونه به دنبال فرار از زندگی‌های پرمشغله‌شون بودن و خیلی ساده است که ببینید چه چیزی درباره اینو از زندگی کوهستانی اینقدر جذابه. ببین خیلی زود نمیشه تو هر ساختمونی اینقدر احساس راحتی کرد. من تو خونه‌های زیادی زندگی کردم ولی اینجا خیلی راحتم. منم همینطوری. که دیگه از اینا میخواد؟ آره لطفاً. واقعا خیلی فضای خودمونی و راحتی داره. خیلی راحت میشه توش زندگی کرد. همینطوره. آره. این منظره هر روز عصر اوناست. آخه تا چه حد میتونه شگفت انگیز باشه؟ هیچ وقت تو جای شبیه اینجا نبودم. تو چی؟ خیلی متفاوته. با این حال با زیبایی کویر هماهنگه. من عاشقشم و فکر میکنم یکی از بهترین خونه هایی که تا حالا دیدم و از اینکه قرار اینجا بمونیم خیلی هیجان زدم. روز بعد ما با مالکین این خونه دیوید و کارن دیدار میکنیم تا بفهمیم برای ساختن این خونه کوهستانی با چه چالش‌هایی روبرو شدن. سلام، چقدر خوبه که میبینم. سلام، من کارن هستم. سلام، من خیلی خوشحالم. منم خوشحالم. احساس میکنم همه الانشم یکم شما رو میشناسم چون دیشب تو خونه‌تون بودیم. سلام کارن، من پیرس هستم. سلام. دیوید در تمام عمرش با این بیابان کوهستانی ارتباط داشته و 12 سال پیش این تکه زمین بکر رو برای ساختن خونه رویاهاش پیدا کرد. خب من همیشه عاشق بیابون بودم. اینجا بزرگ شدم و با زندگی در ساندیگو مدام برای دیدن پدر و مادرم به اینجا در رفت آمد بودم و به سمت منطقه حفاظت شده سورل رانندگی میکردم که با خودم گفتم من باید یه زمین بخرم. اینجا با یه همسایه ملاقات کردم، شام خوردیم و اون متوجه شد که چقدر از لحاظ احساسی به این زمینا وابستم. یه شب منو صدا زد و بهم گفت دوست داری همسایه من باشی؟ منم گفتم آره. قطعش به اندازه مال خودت خوب هست؟ گفت بهتره. گفتم خوبه، میام میخرمش. دیوید آرشیتکت بومی کیت هیز رو استخدام کرد که به ساختن خونه هایی که به محیط طبیعی احترام میذارن علاقه زیادی داره. این یه مسئولیت بزرگه. یعنی
این چشمانداز بکر و دست نخورده است. اینکه یه ساختمون اینجا بسازی از لحاظ تئوری میتونست نابودش کنه، درسته؟ منم گفتم دلم میخواد جور این زمین رو نگه دارم که انگار خونه رو بلند کردی و گذاشتی اونجا. میخوام که خونه با زمین خیلی خوب ترکیب بشه. نقشه کیت از این اکوسیستم شکننده خیلی خوب مراقبت کرد تا کمترین میزان آسیب به بار بیاد و در حین ساخت فقط 3 تا کاکتوس باید جابجا میشدن. پوشش گیاهی طبیعی اونقدر اهمیت داره که اگه کاکتوسی که جابجا شده دوباره درست کاشته نشه براش جریمه در نظر گرفته میشه. ما تلاش کردیم هر قسمت کوچیک از پوشش گیاهی بومی رو حفظ کنیم. این یه سازه بزرگه، اما کویر اطراف هنوز از این که اینجایی خیلی خوشحاله. اگه من یه کار درست انجام داده باشم اینه که یه هنرمند جوون با استعداد پیدا کردم و بهش اجازه دادم کاریو که میخواست انجام بده. این یه خونه شگفت‌انگیزه، ولی فکر نمی‌کنم به همین راحتی اونو به دست آورده باشه. اما فکر میکنم به نظر میاد دیوید عاشقش باشه. اما تصور نمی‌کنم الزاماً به این معنی باشه که این ماجراجویی برای کل خانواده آسون بوده. فکر میکنی براشون مثل یه بچه مشکل دار بوده؟ آره، اونا واقعا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردن. خونه بعدی ما رو به سمت دیگه دنیا و به کشوری که به خاطر مناظر کوههای ناهموارش معروفه میبره. اوتاگو، نیوزیلند. ما توی جزیره جنوبی نیوزیلند فرود اومدیم و داریم به سمت خونه‌ای که در بیابون واقع شده میریم که تا نزدیکترین شهر نیم ساعت فاصله داره. در تمام زندگیم هر وقت مردم درباره ساحل جنوبی حرف می‌زدن میگفتن جایی که باید تو لیست جاهای دیدنی قرار بگیره. یکی از زیباترین مکان‌ها در دنیاست. شگفت‌انگیزه. ابرها بر فراز کوه‌ها. و ساخت و ساز خیلی کمی اینجا هست پیرس. اصلا چیزی نیست. این منطقه زیبا از طرف سازمان قوانین و برنامه‌ریزی نیوزیلند محافظت میشه. به این ترتیب هر گونه فرصت برای ساخت و ساز به شدت نادره. اما 12 سال پیش وقتی یک قطعه زمین برای فروش گذاشته شد، مالکین خونه مارک و سوزانا این شانسو در هوا قاپیدن تا رویای زندگی توی محدوده این کوهستان دور افتاده رو به واقعیت تبدیل کنن. اما عبور از مانع ایمن ساختن زمین تنها نصف راه بود. اونا باید یه آرشیتکت پیدا می‌کردن تا چالش طراحی خونه‌ای برای اونا رو که با محیط اطراف همپوشانی داشته باشه بپذیره. این درخواست خیلی زیادیه، اینطور نیست؟ این که بگی من تمام عمرم عاشق این چیز بودم، این همیشه برای من یه رویا بوده و بعد بهشون بگی حالا برای این محیط که میپرستمش یه خونه تمام عیار بساز. اما اگه از پسش بر نمیان هیچ کس نباید اونو بسازه. مردم نباید خونه‌های کوچیکو مثل آشغال توی این مناظر زیبا بریزن. اونا باید درک کنن که این مناظر چقدر ارزشمندن. این چشمانداز خیلی شکننده است. همین که خرابش کنه برای همیشه از دست رفته. رسیدیم. خارق‌العاده است مگه نه؟ یه جورایی یه چیز ظریف کوچولوئه که این پایین لونه کرده که من بابتش خیلی خوشحالم، چون تا اندازه‌ای وحشت کرده بودم که ممکنه یه چیز بزرگ و تا حدودی خودنما باشه، اما نیست. اون سقف کاملا خط کوه‌ها رو دنبال میکنه. واقعا دوست داشتنیه. نه؟ آره. تقریبا در هم محو میشن، اینطور نیست؟ آرشیتکت‌ها چالش طراحی یه ساختمون که با چشمانداز همخوانی داشته باشه رو قبول کردن و از هندسه مثلثی منعکس شده توسط کوه‌ها الهام گرفتن. اونو با فرمای غیرعادی مجسمه سازی که در اوریگامی پیدا میشه ترکیب کردن تا این سازه فوق‌العاده منحصر به فرد رو بسازن. شگفت‌انگیزه، اینطور نیست؟ آره. انگار اونجا چنباتمه زده و با همه چی درآمیخته. آرشیتکت‌ها متریال ساختمون رو با دقت خیلی زیادی انتخاب کردن تا رنگا و بافتای خونه رو به شکل محیط اطرافش در بیاره. روکش‌های چوبی سدر و فریم‌های بتونی پنجره از کوه‌ها و درخت‌ها الهام گرفته شده تا یه خونه مخفی رنگ رو رفته بسازن.
میدونی خیلی زیباست. در حقیقت از بهترین روکشکاریاییه که دیدم. پس شیشه زیادی به کار نرفته. این شرط ضمن قرارداد شیشه بوده. خیلی کم به کار رفته بدون آهن. الوارم روی سقف قرار میگیره. این یه ساختمون کم ارتفاعه، احتمالاً از دور نیمه مرئی به نظر میرسه. از نظر من به طور کامل نامرئیه. منظورم اینه که واقعا کاملا در چشم انداز مخفی شده. خیلی خوب، حالا داریم از در کلیسا میریم تو. این در منو یاد کلیسای جامع میندازه. در فضای داخل واقعا حسی بهت دست میده که انگار یه سازه سه‌بعدی اوریگامی تو رو در بر گرفته. تقریبا به هر طرف که نگاه میکنی زوایای غیر متعارف به چشم میخوره و همچنین با ایجاد یک فضای داخلی زیبا یک هدف واقعی برای این طراحی نوآورانه وجود داره. پشت بوم زاویه دار که از سقف بیرون زده به نور اجازه میده تا نور به طرق مختلف وارد ساختمون بشه. اینو ببین، حالا به خورشید نگاه کن. من اینجام، درست در دورترین نقطه این خونه نسبت به نور ایستادم و خورشید در سرتاسر چوب سدر جاری میشه. نگاش کن، زیباست. تغییرش میده. درسته. در واقع خیلی زیاد. نه حتی زیرکانه اتاق به طور چشمگیری مدام تغییر میکنه. اینطور نیست؟ به خاطر نور خورشید. نگاه کردن به درون فضاهای متفاوت خیلی لذت بخشه. طبقه بالا کاملا جدا شده. واقعا شگفت انگیزه. فکر نمی کنم توی اون قسمت هم هیچ شیشه‌ای باشه. فکر می کنم اون یه درگاه دیگه است. میدونی اون چیزی که اونجاست در واقع برای اینه که وقتی طبقه بالا هستی بتونی اون منظره رو ببینی. منظره بدی نیست مگه نه پیرس؟ همینطوره. من این مدل ساختمون رو دوست دارم که نور خورشید از پشت وارد خونه میشه و یه همچین منظره‌ای داره. من به خاطر این پنجره احساس میکنم واقعا از هیجان و آب و هوای بیرون دور شدم. این یه ساختمونه که به صورت هوشمندانه‌ای ساخته شده تا از ساکنینش در مقابل گرمای تابستون و طوفان‌های سهمگین زمستانی مراقبت کنه. تعجبی نداره که اسم این خونه رو گذاشتن شنل، یا چیزی که در زبان مائوری بهش میگن تیکه تاکا. میتونم درک کنم چرا اون آقا عاشق این تکه از زمین شد، چون بیشتر از یه بار در زندگی با همچین منظره‌ای روبرو نمیشی. پس حتما اونو به خاطر میاری و حتما دلت میخواد که برگردی و اینجا بمونی و یه خانواده تشکیل بدی، همون کاری که اون انجام داده. اینجا جاییه که وقتی یه بار ببینی دیگه فراموشش نمیکنی. من که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. چه آرامشی داره. بیا کارولین. خدا خرابش کردی. ممنونم. در حالی که کارولین داره هوای کوهستان رو تنفس میکنه، من میخوام بررسی کنم که این خونه چطوری میتونه بدون استفاده از پنجره‌های زیاد این همه نور رو وارد خودش بکنه. این یه نمای شگفت انگیزه، اما از خیلی جهات یه نمای گول زننده است، چون منظره اونجاست و خورشید اونجا و در این شرایط آب و هوایی تو به نور روز نیاز داری. پس اون برش همونیه که همه چیزو درباره ساختمون بهت میگه. برشی که اینجا داریم در واقع 2 غرفه خوشگلن که یکی بالای دیگری نشسته. مشکلش اینه که اتاق خواب داره مثل سپر حفاظتی برای نشیمن عمل میکنه. پس کل کاری که آرشیتکت انجام دادن این بوده: یه قسمت کوچیک از پشت بوم رو بالا بردن اینجوری، و کاری که میکنه اینه که به نور خورشید اجازه میده مستقیم وارد قلب خونه بشه. و کاری که در قسمت منظره انجام دادن ایجاد یک ایوان سرپوشیده بوده تا به شما اجازه بده همیشه منظره رو ببینید. و این نشون میده که معماری به معنای خلق اشکال عجیب و غریب یا تلاش برای رسیدن به یه طرح مفهومی نیست، بلکه فقط دقیق نگاه کردن به منظره و نور خورشیده و بعد تبدیلش به یه ساختمونه که باورپذیر باشه. همینطور که توی این خونه کاوش میکنی خودش رو بیشتر نشون میده. استفاده از بتون در تمام قسمت‌های فضای داخلی یک حس غارمانند و القا میکنه. این یه اتاق دوست داشتنیه، یه گوشه دنج برای مطالعه یا یه اتاق خانوادگی کوچیک با حجم بیشتری از این بتون عالی. من از این خوشم میاد که چطور بتون توی تکه‌های چوب فرم گرفته. هنوزم میتونی فرم چوب رو ببینی که با کوها چقدر جور در میاد. این پلکان چوب سرب تو رو به 2 اتاق خواب مستر در طبقه بالا میبره که دارای 2 چشم انداز تماشایی از کوه هستن.
در اینکه این زیباترین منظره است شکی نیست، اما یکی از هیجان انگیزترین مسائل این خونه برای من داستانشه. مارک وقتی یه مرد جوان بوده این زمین رو دیده و سفت و سخت به رویاش چسبیده و بالاخره موفق به ساختن خونش شده، خونه رویاهاش. درست همینجا به منظره‌ای که همیشه ستایشش می‌کرده نگاه می‌کنه. این باید مفهوم خونه رویایی باشه، به حقیقت پیوستن رویات. دو آرشیتکتی که دیزاین این خونه رو انجام دادن اهل اوکلند هستن. سلام بچه‌ها. سلام. گری لاسون و نیکولاس استیونز آرشیتکتایی هستن که برنده جایزه هم هستن. چطوری با مسئولیت ساختمان‌سازی تو همچین جای غیر عادی کنار اومدین؟ یادم اولین باری که به این زمین اومدیم در واقع با یه قایق اومدیم، داشتیم دنبالش میگشتیم و اون منظره زیبا رو دیدیم که تقریبا ما رو یاد سنگ‌هایی که با پارچه تزیین شدن انداخت. ما از اون منظره برای ساخت خونه ایده گرفتیم. تو توی کوه‌ها مثلث می‌بینی، ردیف‌های افقی و عمودی نمی‌بینی، پس ما می‌خواستیم اون ایده رو به یه طرح قابل ساخت تبدیل کنیم و به وسیله اوریگامی به هدف رسیدیم. و مخصوصا فضای داخلی شبیه یه مبلمان خیلی چشم نوازه که به زیبایی از مواد اولیه فوق‌العاده ساخته شده. میشه یکم درباره اون بگید؟ خب ما میخواستیم یه کوچولو احساس حضور توی یه غار رو تداعی کنیم. ما هندسه ظاهر تمام سنگ‌های اطراف رو در نظر گرفتیم و یه نمونه مهندسی شده ازش رو مخصوصا در طرفین شومینه ساختیم. هر کدوم از اون شومینه ها توی قالب پیش ساخته یه تکه فشرده شده بودن. با استفاده از قالب‌های پیش ساخته میتونستیم اطمینان حاصل کنیم که محصول درجه 1 از آب در میاد و بعد اونو به زمین منتقل میکردیم. اما انتقال این قالب‌های پیش ساخته بزرگ بتونی به همچین محیط کوهستانی دورافتاده‌ای مشکلات خاص خودشو به همراه داشت. جاده‌های ضعیف و هوای بد زمستانی تأخیرهای زیادی رو به بار آورد. گری و نیکولاس یه تیم کوچیک از معمارایی رو که رضایت داشتن تو همچین مکانی کار کنن استخدام کردن. در نتیجه تکمیل کردن خونه 3 سال به درازا کشید، اما میزان مهارتی که در ساخت این خونه به کار رفته بی‌نظیره. سازنده های نیوزیلند به خیلی چیزا دسترسی دارن و این چیزی که میخوام بگم یکم کلیشه است، اما اونا نگرشه ما میتونیم هر کاری انجام بدیم و پیش میگیرن و خب این سازنده هیچ وقت نمیتونست یه ساختمون عین اینو بسازه و خیلی به همه چیز اهمیت میداد. فکر میکنم ما برای 150 سال گذشته یا بیشتر تقلا میکردیم بفهمیم چطور باید توی مناظر ساختمونای زیبا ساخت. فکر میکنم این ساختمون نمونه خیلی خوبی برای دونستن این موضوعه. این یه ساختمون پیچیده است، اما در واقع کاری که انجام میده خیلی ساده است. یه زنجیره از فضاهایی رو تشکیل میده که به شکل زیبایی روشنن با یه اتمسفر فوق‌العاده. من عاشق این مسائل هم. خیلی زیبان. این سنگو ببین. فقط یه آرشیتکته که میتونه به علف بگه مساله. آخرین قسمت از اکتشاف معماری کوهستان ما رو یکم به خونه نزدیکتر میکنه. آلپ سوئیس. پیرس و من در کوههای آلپ سوئیس هستیم و داریم به سمت کوه ریگی میریم، جایی که دو آرشیتکت چالش ساختن یه خونه ییلاقی رو که در یک طرف کوه قرار گرفته به جون خریدن. با قرار گرفتن در ارتفاع 1665 متری از سطح دریا. این خونه چشم‌اندازهای نفسگیری داره، اما باید بتونه برخی از سخت‌ترین زمستون‌هایی که مام طبیعت میتونه به سرش بیاره رو تحمل کنه. من خیلی هیجان زدم که چجوری قراره بریم اونجا. یه چیزی رو میدونی، من تا حالا سوار تلکابین نشدم. چرا؟ چون از ارتفاع متنفری؟ چون من هیچ وقت دلم نخواسته سوار یه تلکابین بشم. ممکنه خوشت بیاد. خوشم نمیاد. من که خوشم میاد. نمیدونم. ببین مشکلی نیست، بفرست بیاد. بزن بریم. دیدی چه ضربه‌ای زد؟ به خاطر همین هیچ وقت سوارش نشدم. عاشقشم من. چرا باید یه خونه بالای کوه بسازی که فقط با تلکابین میشه بهش رسید؟ میدونی یه حس دور بودن، جدا بودن، توی طبیعت بودن وجود داره که خیلی اغراق شده است وقتی فقط میتونی با تلکابین یا یه راه غیر قابل دسترس به اونجا برسی.
این قرار بود بهترین چشمانداز ممکن باشه. مطلقاً هیچی دیده نمیشه، انگار یه نفر به همه جای پنجره روغن اردک مالیده. تونستی؟ ما اینجاییم، بارون سبکتر نشده؟ این فقط شروع ماجراجویی ماست. ببینم با خودت کیک نعنایی آوردی؟ البته که آوردم. فکر کردی من چه جور زنی هستم؟ با خودم کیک نعنایی هم آوردم. خیلی طول نکشید تا به دهکده کوهستان دور افتاده برسیم. خونه‌ای که داریم میریم ببینیم یه نمونه امروزی از کلبه‌های جعبه شکلاتی شکل سنتیه که توی این منطقه پاشیده شدن. این خونه سفارشی یه علاقی به 4 تا دوست تعلق داره که هزینه ساخت خونه روی شیب قله کوه رو با هم تقسیم کردن. خوشبختانه 2 تا از مالک‌ها آرشیتکت هستن و چالش ساختن خونه توی این کوهستان دور افتاده رو پذیرفتن. جایی که با تلکابین تا نزدیکترین شهر که پایین کوه قرار داره 15 دقیقه راهه. برداشت اولیت چیه؟ ازش خوشم میاد. به نظر خوب ساخته شده و راحت هم میشه توی زندگی کرد. با اینکه از بیرون به شکل فریبنده ساده است، پشت ساخت این خونه خلاقانه یه هدف واقعی وجود داشته. شکل شیزلی منحصر به فردش پایداری لازمه برای چیره شدن به بادهای قوی به وجود میاره. یه ساختار چوبی پیش ساخته 2 طبقه بالای یه فونداسیون بتونی عمیق سوار شده. یه بخاری که درونش از فولاد ساخته شده و درست از مرکز ساختمون رد میشه، اونو به کوه متصل میکنه و گرما رو در تمام خونه پخش میکنه. محوطه نشیمن و 4 اتاق خواب به طور منحصر به فردی شکل گرفتن تا با ساختمون 6 طرفه جور در بیان. این در جلویه. بگیرش بیرش. مواظب سیما باش، برق داره. گاوا اجازه ندارم وارد بشم ولی ما میتونیم. اون بهترین در ورودی بود که تا حالا دیدم. راه درست میری؟ آره کارولین، این ساختمونیه که باید بلد باشی تمام درزاشو خیلی خوب بپوشونی. این یه راه حل خوب برای تمام خونه‌های زیبا و پرزرق. آره فکر کنم همینطوره. آره. رسیدیم. بوی خوبی میاد. بوی چوب میده. همینطوره. و گرمه. کارولین، این نور طلایی دلپذیر رو ببین. حتی تو روزای ابری هم اون نور رو داری. گمون میکنم مدرک اصلی یه ساختمون برای اثبات خوب بودنش اینه که آیا میتونه در روزهایی هم که هوا دلگیر معرکه به نظر برسه؟ و میتونه. و این کار کرده؟ چه فضای عالیه. ازش خوشم میاد. خوشم میاد. عجب فضای زیباییه. یعنی اون نور خیلی قشنگه. آره فکر میکنم از حالت مه‌آلودش بهتره. خیلی دلپذیره. واقعا حس میکنم توی این تابش عسلی رنگ غوطه‌ور شدم. این دیوارای تخته‌ای از پیش ساخته چند لایه خیلی هوشمندانه کار شدن. اونا نه تنها مغروم به صرفن بلکه نور رو توی هر اتاق زیاد میکنن. خیلی گرمه و خیلی آرامش بخش بویی که میده. این بوی چوب خیلی دلپذیره. من میتونم بوی چوب سوخته رو تصور کنم. میدونی به عنوان یه آرشیتکت خونه‌های خیلی کمی هستن که بتونم تحمل کنم توشون باشم، چون یا احساس خفگی میکنم یا احساس میکنم دارم اذیت میشم. اما این خونه برای اقامت خیلی زیباست. ترکیب ساده چوب و بتون در سرتاسر این محیط به ایجاد یه اتمسفر بی‌نظیر کمک میکنه. اغلب این تصور وجود داره که برای اینکه یه چیز خوب بسازی حتما باید پیچیده باشه، اما این خونه یه فضای عالی با ساختار خوبه که از یه چیز زیبا ساخته شده و همینه که مهمه. وای، میبینم که زمینه چوبی ادامه داره. من تا حالا هیچ وقت توی اتاقی که این حجم از چوبو داشته نبودم، مگه اینکه یه مقدار زغال سنگ گوشه اتاق در حال سوختن بوده و منم با یه حوله اونجا نشسته بودم، چون اینجا واقعا مثل سوناست. اما اینجا جواب میده و من دلیلش رو نمیدونم. شاید به نور خونه مربوط میشه. میدونی وقتی این اطراف میچرخی نسبت به این مسئله کاملا آگاهی که این بنا یه جورایی برای جایی که در اون واقع شده خیلی ایدئاله. این مثل یه رویا میمونه، چون نور از تمام زوایای متفاوت بیرون میپره و این خیلی زیباست. این ظرافت زوایا بیرون ساختمون ادامه پیدا میکنه.
فرم نامنظم 6 طرفه خطای دید هوشمندانه ایجاد میکنه که باعث میشه کوچکتر از 242 متر مربع به نظر بیاد. فکر میکنم اگه توی مه به این ساختمون بر بخوری احتمالاً فکر کنی که یه کلبه کوهستانی سوئیسیه و کوچیک به نظر میرسه. میدونم که حرف زدن درباره ساختمونا به عنوان یه مجسمه خیلی کلیشه است، اما این یکی واقعاً اون خصوصیاتو داره، چون همینطور که اطرافش شروع به حرکت میکنی بخشای بیشتری از اون برات آشکار میشه و از هر زاویه‌ای کاملا متفاوته و حالا در این کنار میتونیم فرم زیباشو ببینیم. تا اینجا تنها چیز گم شده این خونه منظرش بوده، پس من برای دوست آرشیتکتم یه چالش ایجاد کردم. پیرس، ما باید یه مسابقه نقاشی کوچک داشته باشیم تا ببینیم کدوممون میتونه به درستی پیش بینی کنه که منظره دقیقاً چه شکلیه. یعنی قراره با یه ماژیک و کمی جذابیت هنرمندانه یه راه برای انجام دادنش پیدا کنیم. آره درسته، حالا باهاش کنار بیا. آماده ای؟ حالا شروع کن. یه دقیقه وقت مونده پیرس. تموم شد. چیزی که جالبه اینه که هر دومون در اصل یه چیزو کشیدیم. فکر میکنم مال من از مال تو بهتره. فکر میکنم این پنجره به شکل معمارگونه‌ای نصب شده. این چیزیه که نشون دادم. باشه، تو طبیعت حسودی داری. نقاشی من بهتره، باش کنار بیا. این یه فضای خودمونیه و تمام چیزی که اونجا از تو پیرس یکم از منظره داره نمایان میشه. میتونی ببینیش؟ آره درست اون پایین. آره داره پیدا میشه. این شگفت انگیزه. باورت میشه بعد از تمام مسائل حالا منظره داره خودشو به ما نشون میده. خوشحالم که الان این اتفاق رخ میده، چون ما خونه رو دوست داشتیم و حالا واقعا میتونیم ببینیم چرا ساخته شده. ببینم اگه همون اول که شروع کردیم این منظره رو میدیدیم بازم اینقدر دوستش داشتیم. آره. منم همونقدر دوستش داشتم. و حالا قبل از ما گسترده شدن اون فوق العاده است. شبیه نقاشی آبرنگ ژاپنی، اینطور نیست؟ خارق العاده است. مثل جلوه های ویژه‌ای میمونه که تو فیلم‌ها همیشه میبینیم، نه؟ آره. با این حال هنوزم فکر میکنم بیشتر از این که شبیه نقاشی تو باشه شبیه نقاشی منه. چرا میگه خیلی رقابت طلبه، حتی درباره طبیعت. مالکین و آرشیتکت ها آندرس و گابریل خونه یه علاقه کوهستانیشون رو به عنوان یه عزلتگاه در بالای ابرها بنا کردن. باید بگم کوه ریگی واقعا شبیه یه جزیره است. آره؟ مثل یه دریاست، میدونی؟ مثل این میمونه که انگار داری توی دریا زندگی خب بعضی وقتا مردم برای هفته ها زیر مه میمونن و این بالا هوا خیلی خوبه. ما با تلکابین به اینجا اومدیم. محض رضای خدا بگو چطور این خونه رو بالای کوه ساختی؟ تو سوئیس ساخت و ساز با هلیکوپتر در همچین مناطقی خیلی معموله. ما هم تصمیم گرفتیم تا یه خونه پیش ساخته درست کنیم. وقتی یه خونه پیش ساخته میسازی اونا زودتر کارای آماده سازیشو انجام میدن و بعد در طول یه روز تمام قسمت‌های خونه رو به اینجا میارن. کل دیوار یه قسمت بزرگ از خونه است که با هلیکوپتر به اینجا میاد. در واقع خونه در یک روز تکمیل شد. خونه اصلی. یک روز؟ بله یک روز. در این حال که این خونه با شکل نامنظمش راه دیگه ای رو نسبت به کلبه‌های سنتی اطرافش رفته، گابریل و آندرس این بنا رو جوری طراحی کردن تا بتونه هوای سخت زمستون رو تحمل کنه. بادهای خیلی شدیدی در این سمت میوزه و وقتی تو فقط یه دیوار داری ثابت نگه داشتن کل دیوار کار خیلی سختیه، ولی وقتی این شکلیش میکنی میدونی اون موقع ثابت میمونه و دلیلی برای انجام دادن اون کار وجود داشت، چون بنای کل خونه رو تثبیت کرد. سفتش میکنه. بله سفتش میکنه. در واقع ورودی خونه برای مردم محلی خیلی جالب بود، چون خیلی خوب محافظت شده. تو روزای زمستون باد به این طرف میوزه و تمام برفا رو با خودش میبره. حتی راه ورودی ساختمون همیشه به خاطر حقیقت دست و پنجه نرم کردن با هوا اگه درست انجامش بدی بقیه مسائل در درجه دوم قرار داره. وقتی که مهمون داری و اینجا میمونن تا حالا برات سخت بوده که از دستشون خلاص بشی؟
آره خب سخت بوده. در برنامه بعد من و پیرس چند تا از شگفت‌انگیزترین خونه‌های جنگلی توی دنیا رو کاوش خواهیم کرد. هیچ وقت یه ساختمونو که انقدر به درخت‌ها نزدیک باشه ندیدی. کلاً 15 سانتی متر فاصله شه. کشف می‌کنیم که آرشیتکت‌ها چطور بر چالش خونه‌سازی تو این زیستگاه شکننده غلبه کردن. داری رو لبه تیغ راه میری، ممکنه اشتباه از آب در بیاد.